هی الف سایه سراینده بیشمار شعر و ترانه موندگار رو کمتر کسی که نشناسه. سایه تو ای پری کجایی، سایه ایران ای سرای امید، سایه ارغوان. سایه شاعری که در شعر نیمایی جایگاه خاصی داره. غزل سرایی کم نظیره. در تحولات موسیقی دستگاهی نقش مهمی ایفا کرده و تصحیحش از دیوان حافظ دستاورد مهمی در حوزه پژوهش ادبی به شمار میاد. درباره سایه گفتن که کمتر کسی در شعر معاصر به اندازه اون ما رو به روح شعر کلاسیک فارسی نزدیک کرده. اخیراً کتاب مفصلی از خاطرات سایه منتشر شده که روایت شیرینی از 9 دهه زندگی شاعر به دست میده. به همین بهانه مسعود بهنود برای برنامه نوروزی تماشا سری زده به صندوقچه خاطرات و یادگارهاش و مصاحبه پیدا کرده که چند سال پیش با سایه انجام داده. دفعه اول موسیقی اومد یا شعر اومد؟ موسیقی. شعر شاید اول شعر آمد، نمیدونم، ولی از بچگی من حس می‌کردم که گاهی چیزای موزونی از ذهنم میاد بیرون، خیلی هم جدی نبود، خیلی بچه بودم واقعا. حتی یه بار یک مصرعی از شاهنامه خوند، من به خیال خودم واقعا بلد نبودم شاهنامه رو، به خیال خودم دنباله مصرع رو گفتم، بعد دیدم عیناً همون تو شاهنامه هست که پولاد کوبند آهنگران. بعدا دیدم خود مصرع چیزه. ولی در واقع موسیقی باعث، اگه نگم پیشتر از شعر بود، باعث شناختن شعر شد. شبی که آواز نی تو شنیدم، چاهوی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانه از چه نقش میزند این پیر پرنیان اندیش؟ پیر پرنیان اندیش را سالها پیش سایه سار خنک خاطره های نسل ما خوانده بودم. هوشنگ ابتهاج امسال 85 ساله شد. 70 سالی از آن زمان میگذرد که نخستین شعر را گفت. انتشار کتاب پیر پرنیان اندیش شهامت میدهد تا یادها بتکانی و در آن هوشنگ ابتهاج را به همان سادگی و رندی، به همان سنگینی و آرامش ببینی که هست. اینکا باورم هست که وقتی برای نخستین بار سایه به حرف آمده است تا از خود بگوید، بایدش نگهبان با وفای خاطره های چند نسل خواند. اولین شعری که گفتین چی بود؟ حالا نمیدونم، من اولین شعرهای چاپ شده من مال سال 2021. 2021؟ یعنی من 13 سالم بود مثلا. بله 2021 رو ما بس ندادیم بخونیم. بله اون یک اولین کتابی که چاپ شد، من از خودم هم قایمش میکنم. بله اونجا غیر از اینکه یه مقدار غزل هست، یه مقدار شعرهای به اصطلاح سیاسی هم هست. حتی توی شعر از انگلستان اسم بردم مثلا.
بخصوص من در شهری بزرگ شدم که شهر روشنفکری سیاسی بود دیگه. از محصلین مدارس، از اتحادیه محصلین و از این حرفا بود و چیزا. شما از رشت اومدین تهران؟ اما اومدین چیکار کنین تهران؟ حالا خودم نمیدونم، حالا گاهی فکر میکنم چرا آمدم. ولی اومدین تهران آشنا با فعالیت سیاسی شدین یا همونجا شده بودین؟ این خودش اعترافی که فعالیت سیاسی داشتی یا نه؟ نه حالا هم توجه مسائل سیاسی. نه من خیلی از نوجوانی یه چیزایی تو کلم میگذشت. گل‌های تازه با همکاری هنرمندان سیما بینا، پرویز یاحقی، جواد معروفی. شعر ترانه و غزل آواز از سایه. در 85مین سال زندگی شاعر می توان گفت سایه زبان فاخر مردم ساده است، چه در شعرش چه وقتی که همان شعر در قالب ترانه جان تازه می گیرد. تو شهر ما برق خیلی ضعیف بود، نمیشد رادیو گرفت. رادیو اون موقع بیشتر موج بلند و موج متوسط داشتن، موج کوتاه هم داشتن ولی فرستنده قوی نزدیکی نبود. رادیو تهران اون زمان روی 75 متر موج کوتاه پخش میکرد که اونم مثل موج متوسط حساب میشد، خیلی ضعیف بود. یک کافه قنادی بود در رشت به اسم گلستان، این یه ترانسفورمر برق داشت، یه رادیو رو تاقچه چوبی که درست کرده بود بالای دیوار کار گذاشته بود، دست کسی نمیرسید بود. ما میرفتیم تو این کافه میشستیم چای میخوردیم، بستنی میخوردیم تا مثلا 8:30 بشه برنامه موسیقی پخش بشه، بشنویم مثلا دلکش میخوند یا ادیب خونساری میخوند. من یه آواز رو گوش میکردم و حفظ میکردم، آواز واقعا حفظ میکردم. بعد میرفتم خونه فوراً اون غزلی که مثلا ادیب خونده بود، غزلی مثلا سعدی بود، اونو میذاشتم جلوم، اون آوازی که شنیده بودم و تکرار میکردم دیگه. مثلا یه هفته، 10 روز، 20 روز، 1 ماه، 2 ماه این آواز هم تو ذهنم میگشت همینطور دیگه. یک امتیازی که این کار داره اینه که شما وقتی که یه شعر رو تو دلتون میخونین، یه بیت شعر رو مثلا فرض کنین 2 ثانیه طول میکشه. وقتی اینو به صورت با صدا میخونین میشه مثلا 5 ثانیه یه بیت شعر رو بخونین. ولی وقتی با آواز میخواین بخونین این میتونه 10 ثانیه، 20 ثانیه، 1 دقیقه، 2 دقیقه هم طول میکشه، برای اینکه کشش‌های موسیقی همراهش هستی. در نتیجه چشتون از اول بیت تا آخر بیت میره برمیگرده و بعد کم کم حالا با اوضاع نوجوانی و جوانی هم که آدم احوالی پیدا میکنه طبعا به شعر کشیده شدم دیگه. ولی هیچ وقت این موسیقی برای من درجه دوم نشد، هنوزم درجه دوم نیست موسیقی برای من. امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده
نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. آبی که برآسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. دل بر گذر قافله لاله و گل داشت این دشت که پامال سواران خزان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است. شما از این جمع مشهور به اصطلاح شعرا و نخبگان بعدی که دیگه بعداً مجالس شدین، اولین کسی که دیدین کی بود؟ از این جمعی که شناخته شده است شاملو آمد رشت، آمد خونی من. نه موقع گرفتار بود یا نه بعداً؟ نه سال 21 نه 21 نه دیرتر، سال 23 نه 5 6 نه بعد از 6 بعد 26. برای اینکه ما دیگه اون خونه نبودیم، یه خونی پدرم اجاره کرده بود اونجا بودم. من از میبینم اصلا تو چشمه. شام رو آمد پیش من راجع به نیما صحبت کرد و از این حرفا. خیلی موقع طرفدار نیما بود. اون موقع شما هنوز خودتون نیما ندیده بود؟ نیما ندیدم نه. من وقتی آمدم تهران سال 30 نیما رو دیدم. در سال 30 که من کتاب سراب چاپ کردم، سفریچا چاپ کرده بود، فردای روزی که این کتاب منتشر شد من تو کافه فردوسی نشسته بودم داشتم چایی میخوردم. مرتضی کیوان آمد سراغ من کیوان رو از دور میشناختم، تو خیابان میدیدمش از سالها پیش، از سال 24 25 میدیدمش، ولی باش سلام علیک نداشتم. اون موقع امضای مستعار دلپاک داشت، شعر میگفت به اسم دلپاک. عقلم ریش داشت، یه خورده جولیده و چیزا بدحال بود. کیوان ما سر میز من گفت یه دقیقه میتونم بچینم باتون از سوالی بکنم؟ گفتم بفرمایید. گفت من مرتضی کیوانم. گفتم میشناسمتون. بعد نشست. حالا کتاب دیروز منتشر شده. گفت که 2 سوال دارم. یکی اینکه شما یه مقدمی بر این کتاب نوشتین. اونجا من چیز نوشتم، پیام و پیمان نوشتم که در حالی که دنیا اینطور و فلان هست و ظلم هست و استبداد هست و فلان هست و استعمار هست و اینا، من از گل یاس رو نمیدونم فلان حرف زدم و نمیخوام دیگه اینطور باشه. میخوام شعر من بیان چیزای مردم باشه، از این حرف. گفت میخوام بپرسم که چطور شد که همچین چیزی نوشتین؟ بعد گفت که آخرین شعر این مجموعه شده شعرهایی با مصرع‌های کوتاه و بلند. چطور شد به اینجا رسید؟ هر 2 نکتهش خیلی دقیق. فردا صبح هم دیگه دیدیم، پس فردا صبح هم دیگه دیدیم، هر روز تا آن روز با هم بودیم. ما از نژاد آتش بودیم، همزاد آفتاب بلند، اما با سرنوشت تیره خاکستر. کیوان ستاره شد تا بر فراز این شب غمناک امید روشنی را با ما نگاه دارد. کیوان ستاره شد تا شب گرفتگان راه سپیده را بشناسند. در حقیقت کیوان دریچه رو باز کرد برای آشنایی با آدمای دیگه. خب شاملو که دیده بودم، میشناختم، مستقل با کسرایی آشنا شدم. بعد کسرایی اومد تو جمع ما، کیوان که مرکزش بود، و یه جمع 3 نفری بودیم، مرکز اصلی بود.
من و کسرایی و کیوان. شاملو شد عضو این جمع، شدیم یه جمع دائم 4 نفری. این 4 نفری دیگه تا آخر موند همینطور. بعد یه روز من و کیوان و کسرایی رفتیم سراغ نیما. میدونستیم نیما تو اداره نگارش کار میکنه، تو خیابان اکباتان اداره وزارت معارف اونجا بود، اداره وزارت فرهنگ. رفتیم اونجا برای اول ماه بود. ما میدونستیم که نیما فقط اول ماه میاد حقوقشو میگیره و میره. رفتیم نبود، حالا بعدا آمد یا قبلا آمده بود ندیدیمش. یه دفعه دیگه رفتیم که بود و برش داشتیم آمدیم، رفتیم اولین دکان عرق فروشی نیما واسطاد و عرقشو خورد و البته چون ما دیگه عرق خوری چیز نبودیم، سر صبح باشیم بریم چیزی کنیم. بعدم چند بارم که خونه کسرایی بود، یه عکس معروف هست که بله. زیر کرسی نشستیم. خونه سیاوشه؟ خونه سیاوشه. بعدم یه خونه نیما و خب خیلی برای ما چیز بود دیگه. نیما هم آدم عجیب غریب بود، اصلا هیچ بی شاعر دیگه شباهت نداشت و کاراش برای ما کاملا تازگی داشت. خودش هم خب بلد بود ارائه خودشو. مثلا نشسته بود صحبت میکرد، میگم من شعرها وقتی می‌نویسم چشم نویسم میکنم تو گونی. اینطور نگاه میکرد، ما فکر کنم تو این اتاق پشت سرش گونی های شعره. وقتی آقای تاهباز کلیات نیما رو چاپ کرد، دیدیم ما یکی دو تا شعر بود که نیدودیم. یه غزلی بود که راجع به حضرت علی بود و یه شعر دیگه رو یادم نیست، ولی خیلی آدم جالبی بود. خیلی شما حالا در این زمان شهریار چه وضعی داشت با شما؟ شهریار رو من سال 27 یه روز با یادش بخیر آقای دکتر محمد امین ریاحی، من با ریاحی از سالا پیش آشنا بودم، از سال 25 26 موقعی که دوره دکترای ادبیات فارسی رو میخوند من باش آشنا بودم و منم رفاقتم چیز بود دیگه، شبانه روزی بود با آدم‌ها، یعنی علل حسابی نبود هیچ وقت، تمام بود. من با اینا میرفتم دانشکده، گاهی میرفتم با اینا سر کلاس مینشستم. خب اون دورم دوری عجیب غریب بود دیگه. فروزانفر بود، بهمنیار بود، همایی بود، بهار بود، بعد حکمت، مثلا حکمت حالا در دومش اون موقع حساب میشد در مقابل این غولای چیز. ولی دانشکده ادبیات اون پشت میدان بهارستان اونجا بود که باغ خیلی قشنگی بود، واقعا بهترین جا برای داشته. بعدم شد ادبیات. آره. مطلع. اونجا من قدم می‌زدم برای خودم می‌نشستم، آواز می‌خوندم و شعر میگفتم و اینا میرفتن سر کلاس میآمدن. گاهی هم حوصله می‌کردم سر کلاس می‌رفتم، بعد میآمدم بیرون اینا رو مسخره می‌کردم. پرت فلات چیه شما می‌خونی؟ یه روز با ریاحی گفتیم که بریم سراغ شهریار. من یادم میاد آدرس شهریار چجوری پیدا کردیم. خیابان جاله کوچه فلاح. از جاله وارد کوچه میشیم، مثلا یه 100 متر میآمدین، دست راست یه دری بود به یه حیاط بزرگی باز میشد. بعد تو حیاط دست راست یه ساختمان بود، دست چپ هم یه ساختمان بود. این دست راست اتاق شهریار بود، کرسی بلند بود، یعنی زیر زمین بود که یه مقدارش از کف زمین بالاتر بود. اتاق اون بود. اونجا در زدیم و خود شهریار در باز کرد. من گفتم مهمان نخوانده میپذیری؟ این مصرعی از هذیان دله. بعد شهریار من گفت سایه جان این مصرعی تو اون روز خوندی حرف شیطان بودا. یک بندی هست که شیطان میاد سراغ یه عارفی و میگه من ما همون فلان و خودشو چیز میکنه. بعد عارف به یک نگاه همه آفاق رو نگاه میکنه، میبینی که همه چی سر جای خودش جز شیطان سر جاش نیست. میفهمی که این وزن این شیطانه. بعد عارف میگه من ماه نخواستم ببخشید. شعرهاشو برش خوندیم، اونم تعجب کرد یه جوونا آمدن شعرشو از حفظ میخونن، یکی دوتام نه. بعد شما بیشتر به شهریار علاقمند شدید تا نیما؟ نمیشه گفت. این موسیقی ایرانی موسیقی کلاسیکه برای من.
هنوز هم همینطور هست دیگه. بله. من یه روز یه شعر غزل میگم، یه روز یه شعر. شما تنها کسی هستید که این حال درتون حفظ شده از اون جمع آتش به جان گرفته های اون سالها. شما تنها کسی هستید که این وسط این خط واقعا نمیشه گفتش که نمیدونم خودتون آره برای من طبیعیه. یعنی بعضی شعرها هست که اقتضا میکنه که در این قالب گفته بشه، بعضی‌ها در اون قالب. هر دوم طبیعیه برای من. چه غریب ماندیه نه غمی نه غمگساری، نه به انتظار یاری، نه ز یار انتظاری. غم اگر به کور بویم بگریزد و بریزد، که دگر بدین گرانی نتوان کشید باری. این شعر از یک شروعش از یک شعر شهریار وام گرفته شده. من بارها گفتم من و شهریار چیز بودیم دیگه، همین املاک ما مشابه بود واقعا. حالا بذاریم بد نیست بگم، من در سال 26 که مادرم مرده بود، خب یه بچه مثلا 19 ساله معلومه چه عواطفی داره و چقدر برای جدی این قضیه. من یه غزلی شروع کردم، خفت کردم به شهریار، گفتم شهریار جان من همچه غزلی دارم میسازم. یه خورده گوش کرد، گفت اینو دیده به من نمیدونستم یعنی چی. گفتم چی رو بدم به تو؟ گفت این غزل مال من اول به شوخی ما شوخی میکنه، گفتم اینجا از مال شماست. گفت نه جدی میگم. بعد فردا دیدم که اون غزلی که من شروع کرده بودم او ساخته. من ساختم شبها مرا ز کوی تو آواز میدن، که اینجا بهشت گم شدگان باز میدن. پرتولاست شهریار بیت اولش رو ساخت، شبها به کنج خلوتم آواز میدهند، کی خفته گنج خلوتیان باز میدهند. خیلی قشنگی واقعا، و ای کاش باقی بیتام به همین قشنگی بود. به هر حال شهریار یه شعری داره به اسم در جستجوی پدر، میگه دلتنگ غروبی خفه بیرون زدم از در دست گرفته مچ دست پسرم را. بعد خودش فورا میگه دخترم بود. اینجا روی قافیه شعر گفتم پسرم را. دارم صداشو رو نمار. به هر حال اون شروع شعر رو من ازش وام گرفتم، برای که خیلی حالت رساننده‌ای داره. خانه دلتنگ غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگ است دلم. پدرم گفت چراغ و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید، زود برخواهد گشت. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دل آن کودک خرد. آری آن روز چو می رفت کسی، داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را، تو چرا باز نگشتی دیگر؟ آه ای واژه شوم، خو نکرده است دلم با تو هنوز. من پس از این همه سال چشم دارم در راه که بیایند عزیزانم.
این حرف که موسیقی ایران فقط بار شعر اصیل ایران رو میتونه بکشه و مثلا بار شعر نیمایی رو نمیکشه، این دوتا با هم خونن، هم جونن، بنابراین نمیشه بار دیگه ای رو گذاشت روش. این حرف به نظر شما درسته؟ درست هست و نیست. ببینید ساختمان آواز ما با ساختمان شعر کلاسیک ما هماهنگی داره، نظر افعال عروضی و وزن و چیزنا. دیگر اینکه یه نکته خیلی مهم در این کار است، شما در شعری که به آواز خونده میشه منحصراً یا وصف حال یه عاشقی که داره حرف میزنه، داد بیداد من دور شدم از تو، اینطور شد، گریه کردم، ناله کردم، از این حرفا، یا باز خطاب به معشوقه، تو نیامدی، جفا کردی، بیداد کردی، الک کردی. به محض اینکه شما از این خارج بشین دیگه با همین آوازمان نمیخونه. شما نمیتونین بخونید خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیوا نتوان بافت از این پشم گرشتیم، بعد خدای من آی امان وای. حتی وقتی که یه خواننده قادری مثل آقای شجریان میاد میخونه که کی شعر ترانگیزد خاطر که هزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد، بعد دنبالش نمیشه که خدای من آی امان وای. از موضوع جای خدای من آی امان وای نیست، غریبه به نظر میاد. حالا تازه با همین مهارتی که شجریان خونده و این شعر رو جا انداخته. خب هم این حرف خوبی است دیگه. الان خیلی ها معتقدن که به همین دلیل با موسیقی سنتی ایران شعار سیاسی نمیشه داد، مگر اونجایی که در روزگارهای بد اجتماعی که شعر سیاسی همش آه و ناله میشه و گل و شکایت میشه، اونجا میشه که این کار کرد. ولی که در این موسیقی ما و شعر کلاسیک ما یک خصوصیتی هست، یک محرمانه بودن هست. من همیشه رو مثل زدم، ببینید یک زن و مرد، حالا احتمالاً دو تا مرد یا دو تا زن، ولی معمولاً یک زن و مرد در یک جزیره‌ای باشن که 10 کیلومتر از شمال، مشرق، جنوب، مغرب هیچ موجودی نباشه. در خطر شنیدن حرفای اینا نیست. یکی به یکی میخواد بگه دوست دارم، چی میگه؟ باز زمزمه میگه دوست دارم. نمیتونه فریاد بزنه بگه دوست دارم. من بارها اینو گفتم، مثل شما راستین عدلیه عارض شدین. ذات این عبارت محرمانه است. وانگهی اصلا آیا باید همه شعرها رو با آواز خوند؟ این یک نوع معینی از کاره. فرانسوی ها این یک شعری از ژاک پرور ایوونتان خونده، بیاد بیار باربارا، شعر خیلی قشنگی هم هست، رفرزا باربارا. در تمام این 20 دقیقه که این داره مثلا این شعر میخونه یا 5 دقیقه که شعر میخونه، شما 2-3 تا دینگ دیگه ارکستر همراش نمیزنه. یا شازده کوچولو رو باز همین اگه اشتباه نکنم ایومونتان اجرا کرده خونده، اصلا اون تو صدا نیست، یه صداهای کیهانی هستن، یه هم چیزهایی میاد. ولی اگه تو اپرا بخواین اینو به کار ببرین، خب بله اون امر دیگریه، باید برای موسیقی بسازین دیگه. یک بخش از زندگی سایه حضور اوست در رادیو که از خرداد 1351 شروع شد تا 17 شهریور 1357، همان روز که او با جمعی از موسیقیدانان کار را رها کرد. نامدگان و رفتگان از دو کرانه
در این دوره سایه که سالها گوش به رادیو داشت و جان در ترانه ها و موسیقی آن، رفت تا بر آن هنر اثر بگذارد. حاصل این دوران از زندگی هوشنگ ابتهاج به گفته صاحبان فن نه فقط 201 برنامه گلهای تازه و 10 گلچین، بلکه خاطره خوشی است که از همنشینی موسیقی و شعر هماهنگ در اذهان مردم مانده است. پیش تو جام در برم، نعره زند که بردرم، آمدمت که بنگرم، گریه نمیدهد امان، گریه نمیدهد امان. به یاد می‌آورم سایه را وقتی که دوربینی گرفته بود و در نگاه دوربین شاعر مردم به یاد می‌آورم که او در آن دورهای دور همه جا مردم را می‌جست. اینجا در جای موعود سمت چپ جایگاه در امجدیه، همپای شورها و فریادها، فقط تماشاگر نبود، با مردم. سایه در همه زندگی مردم را جست. وقتی آنان را در هیئت جمعیت می‌دید بی خود می‌شد، چنان که در لحظه های پرشورشان در ورزش و زندگی قهرمانان. این تصویر که برای نخستین بار می‌بینید از دریچه همان دوربین دستی است. روزی است که تختی همراه معلمش حبیب بلور به دیدن سایه آمدند. شوخی روزگار رو ببین. جهان پهلوان به تقلید سایه سیگار هم می‌کشد. بوی تو می‌کشد مرا وقتی سحر به بوستان. این شعری هست به اسم ارغوان. ارغوان یک درختیه که چند تا تفاوت با درخت‌های دیگه داره. یکی بیتابی هست در گل کردن، یعنی معمولاً این شیره رنگین عطرآگینی که تو تنه درخت‌ها از این رگ‌های درخت بالا میره به معمولاً به سر شاخه‌ها میرسه و گل میکنه. این از همون پایین این بدنی سفت و سخت درخت رو میشکافه که مثلا همین اون پایینای درخت، اون جایی که چوبی خورده گره میخوره، از اونجا چند تا گل میزنه بیرون. من در خونه‌ای که یه وقتی داشتم، یک کنده‌ای از زیر خاک در آمده که قطر کنده زیاد بود و به نظر می رسید که مثلا این درخت باید 300 400 500 سال عمر داشته باشه که بعد یا پوسیده یا بریدنش. بعد از چند هفته از دور این کنده یه پاجوش‌های نازک سبز روشن زد بیرون و من سعی کردم در تمام مدت بنایی نذارم اونجا آهک و آجر اینا بریزن و این پاجوش‌ها هر کدوم یک تنه ضخیم درخت شدن. خب این درخت ارغوان با بچه‌های من قد کشید و بزرگ شد و من به این درخت به خود درخت واقعا دلبستگی پیدا کردم و در اون سالی که از خونه و زندگی جدا و دور بودم، یاد این درخت همیشه با من بود و تبدیل شد به یک سمبولی برای همه چیز، یعنی زن و بچه و زندگی خصوصی و آرزوها و آرمانها و تصورات و ایده هایی که آدم برای جهان و انسان و فلان داره، تبدیل شد به همه اونا. به هر حال اسم اون درخت ارغوانه، باقیش دیگه فره.
ارغوان شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست. آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد. ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید، که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است و این چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و از سواران خرامنده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می‌آغازند، جان گلرنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازند. ارغوان بیرق گلگون بهار، تو برافراشته باش. شعر خونبار منی، یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من. ارغوان شاخه هم خونه جدا مانده. یه دوره‌ای شد که دیگه مستقیم نمیشد حرف زد. اینجاست که این تصویر که خودش یک نوع سمبولیزم هست دیگه، یک نوع با ادا و اشاره حرف زدنه، تصویر بیداد آمد. حالا یادم آمد تو وسط این حرف، این اواخر دوری شاه بود، کسرایی من تلفن کرد، حالا اول حالا اینا، گفت این چه وضعیه؟ این زود جوش می آورد دیگه، این چه وضعیه حالا اینا. حتی دیگه کلمات هم ممنوع شده دیگه، مثلا جنگل بعض واقع سیاکل بود، مثلا جنگل نمیشه گفت. گفتم چرا سیاه نمیشه گفت؟ یه آینه جلوی جنگل بگیر و توصیفش کن. گفت یعنی چی؟ گفتم آینه بین بزرگی داری آسمان،
آسمان رو توصیف کن، بعد وصف جنگل رو از شاخه‌های آسمان حرف بزند، برگ آسمان حرف بزند، فلان حرف بزند، اسم جنگل نگو. خندید قشقش. گفت تو برای هر چیزی فوراً یه راه حل داری؟ گفتم آره دیگه، ما ناچاریم. در همچین شرایطی واقعا خیلی کلمات نمیشد گفت دیگه. ولی سازندگی داشت تو خودش همین دوران. خب دوره باشکوهش. بله بله. برای من این نکته رو من باید حتما بهش اشاره بکنم که برای من اینا هیچ کدوم این جنبه های هنری و سازمان پیدا کردن و سازندگی داشتن نداشت. برای من حرف زدن در دل کردن خودم مطرح بود. یعنی واقعا من هیچ وقت شعر نگفتم که بگم مثلا شعری گفتم. یک وسیله بود که حرف ما بتونم بزنم، دردی بیان بشه. و تمام این فنای کار شعرم ابزار کار من بود که بتونم حرف ما بزنم. برای همین میان این دوستان شعرهای معاصر که اگه منم جز اینا بخواین حساب بکنین، من کم شعرترین اینا هستم. اصلا خیلی خیلی کم. یعنی واقعا انگار که مثل یه شاعری هست که تفننی داره شعر میگه، نه شاعر حرفه‌ای. در این سرای بی کسی به در نمیزنه. سایه را گفتند حافظانه ترین شاعر سده هاست و این تنها نشانی ابیاتی نیست که معلم ادبیات ما از حافظ می‌دانست و متعلق به سایه بود. نشانی رندی‌های او هم هست، در خاطره، در اشاره، در نگاه. اینجا یه خانومی که ازم پرسید زن درمانیه، گفتم بله. گفت منم آسوری هستم. چه ربطی داره؟ ضمناً هم گفت که اون شعر تاسیان رو یه بار دیگه بخونین. من نمیدونم کی برشون خونده بودم که حالا باید بشه بار دیگه. بعد نشانیه هم از شعر داد. گفت اون بچه‌ای که یادش نمیره که خیلی غمگین بود. اصلا تو شعر من همین تصویری نیست. حالا یه چیزی ببینید، اینم نمیخوام شوخی بکنم، میخوام بگم که خاطرات ما تو ذهن ما چجوری میچرخه، هی تغییر شکل میده. با معصومیت و صمیمیت این خانم حرف میزد و خود ما هم همینطور هستیم، هی عوض میشه. اغلب اینایی که حالا دارن خاطرات می‌نویسن دور از آقای بهنود با صداقت و صمیمیت می‌نویسن، اما دروغ میگن، برای اینکه اینطور خیال میکنن تمام آدمایی خاطرات نوشتن از چپ چپ تا راست راست همه بیگناهن، گناه رو دیگران کردن. یعنی در ایران هیچ گناهکاری نبوده، ولی همه دارن خاطرات می‌نویسن دیگه و نمیدونم کی این گناه رو کرده. این خصلت آدمیزاد تو ذهنش همینطوره، حوادث تغییر شکل میده و ما خیلی با معصومیت حرفای خود هم باورم میشه. حالا به هر حال، آن که حق است گمانش به گمان تو که نیست، گفت بیرون ز جهان است جهان تو که نیست. هر که پنداشتی از خیش به جای تو نشاند، چه توان داد نشانی ز نشان تو که نیست. تا چنین هرچه مرا بود و توان نیز فزود، هم از آن تو شد، چیست از آن تو که نیست. از تن زنده روان است روان تو، که گفت بی تن زنده روان است روان تو که نیست. گفت عالم همه در بندگی شیطانند، گفتم ای زاهد خودبین به زیان تو که نیست.
ره به معنی نبرد آنکه به صورت نگرد. ره به معنی نبرد آنکه به صورت نگرد. سایه گفتند که صوفی است، به جان تو که نیست. سایه زندگی راضی بودی؟ فوق‌العاده. چرا؟ برای اینکه این تماشا رو میگه مفت به آدم میدن. نه خب فقط تماشا که نیست. چه چیزایی دیدیم، چقدر معنی زندگی پیدا کردیم. کشفش خود این زندگی، همه زیبایاش و همه بدیاش. تأثیرم روش گذاشتیم؟ نمیتونم، خیال میکنم. امروز میبینم مثل که به این که من خبر داشتم این شعرها نقل میشه، روش آهنگ میسازن. اخیراً من گفتم، من تو اینترنت نگاه کردم، دیدم کی برام فرستاد، آسیا فرستاد، جلا فرستاد، یه شعر مال سال 57 روش آهنگ آزادی. حالا بعد از سالها چقدر با احتیاط بعضی جای این شعر رو گذاشتن که به جای بر نخوره. پس احساس میکنین صداتون رو شنیدن؟ شنیدن، خیال میکنم شنیدن. بعد محبتی که از مردم میبینم خیلی عزیزم میکنه. واقعا این میچسی من آقا بینم ادا در نمیارم. چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با 1000 سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی شود. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمی است این درنگ درد و رنج. بسان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش. تا هیچ وقت به مرگ فکر کردیم؟ نه، این اواخر چرا دیگه هر روز آدم فکر میکنه دیگه، ولی چیز نیست اینطور یه چیز زشت بده چیز نیست، یا آدم بترسه یا اینکه حیفش بیاد. من هم کارامو کردم دیگه. فکر میکنید سایه رو چجوری یاد میکنند؟ امیدوارم به اینکه هر چی میگفت با صداقت گفت و باور داشت. از خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید. آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حصار، تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنید. تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنید. تا بردمد خورشید نو شب راز